جسد محیدین زاهدزاده مفتش 31 ساله اداره امور داخلی شهر قرغانتپه که شام 1 دکبر بر اثر انفجار مواد ترکنده در جای کارش جان باخت، در زادگاه جماعتی کبود سیف‌الدینوی ناحیه 5 به خاک سپرده شد. اسام‌الدین شراف‌الدین زاده معاون رئیس ناحیه 5 روز 2 دکبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت تمام کارمندان حکومت برای اشتراک در مراسم جنازه رفته بودند. سید جعفر گوریزاده رئیس جماعت دهات کبود سیف‌الدینوی گفت که نماز جنازه ساعت 10 روز شنبه در دهه برقه برگزار شد. در همین حال یک منبع در نهادهای انتظامی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت کاپیتان میلیسا محیدین زاهدزاده با پرونده‌های مخصوصاً وزنین از جمله پرونده‌های مربوط به تروریسم کار می‌کرد. این همصحبت ما بدون بردن نامش گفت زاهدزاده وقت‌های اخیر برای تحقیق پرونده نفری که به تروریسم متهم است دلیل جمع آوری می‌کرد. اما یک منبع دیگر میگوید که محیدین زاهدزاده به آموزش مواد کهنه ترکنده مشغول بود که کارمندان شعبه کارهای داخلی جمع آوری کرده بودند. محیدین زاهدزاده بیش از 4 سال در شعبه کارهای داخلی شهر قرغانتپه به حیث مفتش کار کرده است. او صاحب 2 فرزند بود. در پی انفجار مواد ترکنده در داخل بینای شعبه کارهای داخلی شهر قرغانتپه شام 1 دکبر یک نفر دیگر مجروح شده است. نفر مجروح شده خادم دیگر پلیس با نشانه‌های دریدن پرده گوش به بیمارستان به نام بوری واحده شهر قرغانتپه برده شده است. از اول سال بار پنجم است که در شهر قرغانتپه ترکیش رخ می‌دهد.